آیا چت جی پی تی مقصر مرگ آدم 16 سال از کالیفرنیا؟ چند وقت پیش توی آپریل آدم جون خودشو گرفته. حالا چطوری و چجوری الان براتون میگم. آدم ناراحتی روانی داشته و توی چت جی پی تی باش حرف میزده، از مشکلاتش میگفته. چت جی پی تی حتی اومده بهش گفته که آره بهتره که جون خودتو بگیری، مشکلی نداره، یا حتی تشویقش کرده به این کار. حالا پدر مادر آدم اومدن از شرکت اوپن ای شکایت کردن که شما به چه حقی این باگ به این بزرگی رو متوجه نشدید و جون بچه من گرفته شده. چون چت جی پی تی حتی وقتی که بهش گفته، چندین ماه باهاش صحبت میکرده آدم، وقتی بهش گفته که حالم بده و میخوام این کارو کنم، براش یه راهنما فرستاده که چطور میتونه جون خودشو بگیره و حتی بهش گفته میخوای برای اینکه نامه خدافظی بنویسی برات کمک کنم و نامه رو برات آماده کنم. مخلص کلام که تکنولوژی هر چقدرم که میتونه برای ما کمک کننده باشه، همونقدر میتونه خطرناک باشه. از استفاده ازش خیلی آگاه باشید و به بچه هاتون هم این آگاهی ها رو بدید و نذارید که اتفاقی برای جون شیرینشون بیفته.